بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. خدایا، در این ماه درهای بهشتت را برایم باز کن و درهای آتش دوزخ را برایم ببند و به تلاوت قرآن موفق بدار. ای نازل کننده آرامش بر دلهای اهل ایمان،